خب بچه ها بعضی وقتا دسته ها از چوب ونگه هم استفاده میشه. چوب ونگه مستعد ترک خوردنه تا قبل اینکه بیای دو طرف رو فیکس کنی روی چاقوت که به صورت فول تانگه. قبل اینکه ما این کارو بکنیم ببینی آثار چسب قطره‌ای هست. ما کل منافذ رو دو طرف رو چسب قطره‌ای ریختیم که توی فشار یا تنش وا نره و کامل فیکس بشه. ما از سنباده با دونه بندی 80 اول استفاده میکنیم و یه گردی به کار میدیم و تیزی بغل کار رو دسته رو میگیریم. ببینید این گردی و پخی بغل کار بسته به دستمونه. اینجوری بگیریم گردیش کمتره، اینجوری بگیریم گردیشی به تیزتری داره. ما اینجوری میگیریم. پمپ بادو بیاریم، شیلنگی بادش رو بیاریم. نقش و نگارای چوبم خیلی دنگم خیلی زیباست. یه بلندتر نداریم از این؟ اون 80 بده، یه دونه بلندتر ببرم برای این. اینم بذار اونجا. ما یه دونه شیاره بلندتر به نسبت اندازه دستمون میگیریم. حالا به نسبت هم ما در حین سنباده زدن نگاه میکنیم بچه ها. این قسمت رو ما گرد کردیم، از این قسمت تا این قسمت ما سطح صاف رو داریم، از این برم داریم. حالا از هر کدوم بیشتر بیایم خب این برو باید کمتر بزنیم. به چه صورت؟ این خطا اندازه این دوتا خط صاف باید از دو طرف یکی باشه، چون بحث قرینه توی دسته بحث مهمیه. خب ما همین رو انقدر ادامه میدیم تا به نزدیکی ستون فقرات چاقو برسه، چوب انحنای چوب. خب الان رسیدیم به امتداد ستون فقرات چاقو.
از این طرف و نقش‌های خوشگل کار در اومد. بعد ما 80 رو عوض میکنیم و از سنباده نرمتری به نسبت استفاده میکنیم. به عنوان مثال 180. نه حالا یک شیاره از این ولی داریم. خب اینجا ببینم داریم نرمتر. خب از این میبریم. با 180 هم چیکار میکنیم؟ دوباره شروع میکنیم به سنباده زدن تا اون شیارای 80 که با سنباده 80 انداختیم از بین ببریم و به سطح نرمتری برسیم. یک طرف کار رو اینجوری میزنیم و یک طرف کار رو اینجوری میزنیم. اگه یک طرف کار سایش زیادتری داشته باشیم این طرف کار رو میاریم دست بالا و نیاز این طرف رو بزنیم این برا بزنیم. میتونیم با دست زوایای سنباده زدن رو عوض کنیم تا به یک سطح یک نواخت برسیم. زمانی که به یک سطح یک نواخت رسیدیم ما پشت کار رو دیگه زدیم به یک اندازه و به یک صورت. حالا برمیگردونیم قسمت داخلی کار رو میزنیم. برای اینکه قسمت داخلی کار رو بزنیم انحنای سنباده 80 مون خیلی مهمه توی این کار. این انحنا این قسمت رو میگیره ولی وقتی میرسیم به این قسمت این قسمت رو میگیره، جای خالی رو نمیگیره. پس باید چیکار کنیم؟ عرض سنبادمون رو کم کنیم، به نصف این برسیم. حالا قسمت های صاف رو میزنیم. باد میگیریم ببینیم چقدر از این سطح رو ما سنباده زدیم. دقت کنیم بچه ها، این قسمت مونده چون نگرفته، این قسمت هم خوب داریم میریم جلو، ولی خب نیاز عرض این رو ما کم کنیم.
حالا این قسمت برای اینکه دید خوبی هم داشته باشیم اینجوری این قسمت رو هم با سنباده باریکتری شروع میکنیم به زدن. و با دست چک میکنیم که چقدر تونستیم از این بزنیم. حالا میایم به ما به سطح صاف تقریبا رسیدیم، فقط مونده این قسمت. این قسمت اینجا یکم ضخامتش از این قسمت کمتره، ما باید این قسمت رو بگیریم. بعد اینکه گرفتیم دوباره میرسیم به ادامه ضبطمون.